به کتاب پزشکی روحانی خوش آمدید. این کتاب صوتی ماهیت روحانی انسان را در پرتو حقیقت کلام خدا بررسی می‌کند و نقشه خدا را برای تولد روحانی، رشد، شفا و بازسازی زندگی آشکار می‌سازد. همان گونه که کتاب مقدس اعلام می‌کند، پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. دوم قرنتیان 5:17. در حالی که به این کتاب گوش می دهید، دعا می کنم ایمانتان استوارتر شود و قلبتان بیش از پیش به خدا نزدیک گردد. اکنون با هم آغاز می کنیم. فصل دوم، آناتومی بدن روحانی انسان. دعای آغاز فصل. ای پدر آسمانی، تو خالق انسان هستی و ما را نه تنها با بدنی جسمانی بلکه با وجودی روحانی آفریدی. تو سرچشمه حیات هستی و هر شناخت حقیقی از انسان تنها در نور حکمت تو آشکار می شود. خداوندا، چشمان روحانی ما را بگشا تا بتوانیم حقیقت وجود خود را بهتر درک کنیم. به ما حکمت بده تا ساختار زندگی روحانی انسان را بفهمیم و تشخیص دهیم که چگونه روح، جان و بدن ما در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند. ای روح القدس، ذهن ما را روشن کن، قلب ما را نرم ساز و ما را در شناخت حقیقت هدایت کن. اجازه بده آنچه در این فصل می آموزیم تنها دانشی نظری نباشد، بلکه در زندگی ما نیز عمل کند و ما را در مسیر رشد، بلوغ و سلامت روحانی هدایت نماید. در نام پرجلال عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. مقدمه فصل دوم، کتاب پزشکی روحانی. نویسنده دانیال کریمیان، گوینده ماریا. در علم پزشکی، شناخت آناتومی بدن یکی از نخستین و اساسی ترین گام ها برای درک سلامت و بیماری است. پزشک برای تشخیص بیماری و ارائه درمان مناسب باید بداند اندامهای بدن چگونه عمل می کنند و چه ارتباطی با یکدیگر دارند. بدون شناخت ساختار بدن، تشخیص دقیق بیماری و درمان مؤثر تقریبا غیر ممکن خواهد بود. به شکلی مشابه در آنچه میتوان آن را پزشکی روحانی نامید نیز شناخت ساختار روحانی انسان اهمیت اساسی دارد. کتاب مقدس انسان را موجودی چند بعدی معرفی می کند که تنها از جسم تشکیل نشده است، بلکه دارای بعدی درونی و روحانی نیز هست. این بعد روحانی شامل توانایی هایی است که به انسان امکان می دهد حقیقت الهی را درک کند، با خدا ارتباط برقرار کند و در مسیر رشد روحانی حرکت نماید. در نگاه کتاب مقدس انسان دارای روح، جان و بدن است. هر یک از این ابعاد نقش خاصی در زندگی انسان دارند و در عین حال با یکدیگر در ارتباط هستند. بدن انسان وسیله ارتباط او با جهان مادی است. جان انسان مرکز شخصیت، احساسات و اراده اوست و روح انسان نقطه ارتباط او با خدا محسوب می شود. در این فصل تلاش می کنیم با استفاده از تشبیه مشابه آناتومی بدن، ساختار بدن روحانی انسان را بررسی کنیم. همان گونه که بدن جسمانی دارای اندامهای مختلفی است که هر یک وظیفه خاصی دارند، زندگی روحانی انسان نیز شامل توانایی‌ها و ابعاد مختلفی است که در هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کنند. در این بررسی به مفاهیمی مانند ذهن روحانی، قلب روحانی، گوش روحانی، چشم روحانی، زبان روحانی و دیگر توانایی‌های روحانی انسان خواهیم پرداخت. هر یک از این عناصر نقش مهمی در رشد و سلامت زندگی روحانی انسان دارند. شناخت این ساختار به ما کمک می‌کند تا بهتر بفهمیم چگونه زندگی روحانی انسان شکل می‌گیرد، چگونه رشد می‌کند و چگونه می‌تواند در مسیر سلامت و بلوغ روحانی حرکت کند. همچنین این شناخت پایه‌ای ضروری برای فهم بیماری‌های روحانی
و مسیرهای درمان آنها خواهد بود. موضوعی که در فصل‌های بعدی این کتاب به طور مفصل بررسی خواهد شد. بخش اول، ساختار سه‌گانه انسان، روح، جان و بدن. برای درک آنچه در این کتاب پزشکی روحانی نامیده می شود، نخستین گام شناخت ساختار وجود انسان است. همان گونه که پزشک برای تشخیص بیماری باید بداند بدن انسان چگونه ساخته شده است، در پزشکی روحانی نیز لازم است ساختار وجود انسان از نگاه کتاب مقدس شناخته شود. کتاب مقدس انسان را موجودی چند بعدی معرفی می کند. انسان تنها یک بدن فیزیکی نیست، بلکه دارای ابعاد درونی و روحانی نیز هست. این ابعاد در کنار یکدیگر هویت کامل انسان را شکل می‌دهند و هر یک نقش خاصی در زندگی او دارند. در الهیات مسیحی این ساختار اغلب به صورت سه‌گانه توصیف می‌شود: روح، جان و بدن. پولس رسول در یکی از دعاهای خود این ساختار را چنین بیان می‌کند: خدای سلامتی خود شما را به تمامی تقدیس کند، روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح بی عیب محفوظ بماند. اول تسالونیکیان 23:5. این آیه نشان می‌دهد که وجود انسان تنها به بدن محدود نیست، بلکه شامل 3 بعد مرتبط با یکدیگر است. این 3 بعد را می‌توان چنین توضیح داد: بدن انسان بخشی از وجود اوست که با جهان مادی در ارتباط است. از طریق بدن انسان می‌تواند ببیند، بشنود، لمس کند، حرکت کند و با محیط اطراف خود تعامل داشته باشد. بدن وسیله‌ای است که از طریق آن زندگی انسان در جهان فیزیکی جریان پیدا می‌کند. جان انسان بعد درونی شخصیت اوست. احساسات، افکار، خواسته‌ها، خاطرات و بسیاری از تصمیم‌های انسان در این بخش شکل می‌گیرند. جان انسان مرکز تجربه‌های روانی و عاطفی او محسوب می‌شود و در بسیاری از سنت‌های الهیاتی معادل با مفهوم نفس یا شخصیت درونی انسان در نظر گرفته می‌شود. روح انسان عمیق‌ترین بعد وجود اوست، بخشی از وجود انسان که به او امکان می‌دهد با خدا ارتباط برقرار کند. روح انسان ظرفیت درک حقیقت‌های الهی، دریافت هدایت خدا و تجربه حضور او را دارد. در واقع روح انسان همان نقطه‌ای است که زندگی روحانی در آن شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم با یک تشبیه ساده این ساختار را توضیح دهیم، می‌توان گفت بدن انسان مانند پوسته بیرونی زندگی اوست، جان مرکز تجربه‌های درونی اوست و روح عمیق‌ترین مرکز ارتباط او با خداست. با این حال این 3 بعد کاملاً از یکدیگر جدا نیستند. آنها به طور پیوسته با یکدیگر تعامل دارند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. برای مثال، یک تجربه عاطفی می‌تواند در بدن انسان تأثیر بگذارد. ترس ممکن است ضربان قلب را افزایش دهد یا غم ممکن است باعث ضعف جسمانی شود. به همین شکل وضعیت جسمانی نیز می‌تواند بر حالت روحی و روانی انسان اثر بگذارد. در زندگی روحانی نیز این ارتباط قابل مشاهده است. زمانی که روح انسان در ارتباط سالم با خدا قرار می‌گیرد، این سلامت می‌تواند بر جان و حتی بدن انسان نیز تأثیر مثبت بگذارد. در مقابل، آشفتگی درونی، گناه یا فشارهای روحانی نیز می‌توانند بر سایر ابعاد زندگی انسان اثر بگذارند. به همین دلیل در پزشکی روحانی نمیتوان تنها به یک بعد از وجود انسان توجه کرد. همان گونه که در پزشکی جسمانی پزشک بدن را به عنوان یک نظام یکپارچه بررسی می‌کند، در پزشکی روحانی نیز لازم است انسان به عنوان موجودی یکپارچه در نظر گرفته شود. شناخت ساختار سه‌گانه انسان به ما کمک می‌کند تا بفهمیم مشکلات روحانی چگونه می‌توانند بر سایر ابعاد زندگی انسان تأثیر بگذارند و چگونه سلامت روحانی می‌تواند به تعادل و هماهنگی در کل وجود انسان منجر شود. در ادامه این فصل هر یک از توانایی‌ها و ابعاد بدن روحانی انسان را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.
همان گونه که بدن جسمانی دارای اندام‌های مختلفی است که هر یک وظیفه خاصی دارند، بدن روحانی انسان نیز دارای توانایی‌هایی است که در کنار یکدیگر زندگی روحانی او را شکل می‌دهند. شناخت این ساختار به ما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از زندگی روحانی انسان پیدا کنیم و بفهمیم چگونه رشد، سلامت و بلوغ روحانی در زندگی انسان شکل می‌گیرد. بخش دوم، مغز روحانی، حکمت و شناخت حقیقت. در بدن جسمانی انسان، مغز یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین اندام هاست. مغز مرکز پردازش اطلاعات، تصمیم گیری، حافظه و هماهنگی بسیاری از فعالیت‌های بدن است. تقریباً تمام فعالیت‌های آگاهانه انسان به نوعی با عملکرد مغز ارتباط دارند. در بررسی بدن روحانی نیز می‌توان به صورت استعاری از مفهومی مشابه سخن گفت، مفهومی که می‌توان آن را مغز روحانی یا ذهن روحانی نامید. این اصطلاح اشاره به توانایی درونی انسان برای درک حقیقت، شناخت خدا، تشخیص واقعیت‌های روحانی و فهم حکمت الهی دارد. در این مدل روحانی، مغز روحانی را می‌توان حکمت دانست. در کتاب مقدس، ذهن انسان نقش مهمی در زندگی روحانی او ایفا می‌کند. بسیاری از تصمیم‌های اخلاقی، برداشت‌های انسان از حقیقت و حتی مسیر زندگی روحانی او تا حد زیادی به نوع نگاه و درک ذهن او بستگی دارد. به همین دلیل کتاب مقدس بارها به اهمیت تجدید ذهن اشاره می‌کند. رسول پولس می‌نویسد و دیگر هم شکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل او. رومانیان 2:12. این آیه نشان می‌دهد که ذهن انسان می‌تواند دگرگون شود. به بیان دیگر، ذهن انسان ثابت و غیرقابل تغییر نیست، بلکه می‌تواند تحت تأثیر حقیقت خدا تغییر کند و به سطحی تازه از شناخت و حکمت برسد. در واقع، ذهن انسان مانند دریچه‌ای است که از طریق آن انسان جهل را می‌بیند و تفسیر می‌کند. اگرچه این دریچه تاریک یا منحرف باشد، برداشت انسان از واقعیت نیز دچار خطا خواهد شد. اما اگر ذهن انسان با حقیقت الهی روشن شود، نگاه او به زندگی نیز تغییر خواهد کرد. در پزشکی روحانی، ذهن یکی از مهمترین نقاطی است که در آن نبرد میان حقیقت و دروغ رخ می‌دهد. بسیاری از مشکلات روحانی انسان از جایی آغاز می‌شوند که ذهن او تحت تأثیر افکار نادرست، باورهای غلط یا فریب‌های روحانی قرار می‌گیرد. کتاب مقدس بارها به خطر فریب ذهن اشاره می‌کند. از همان ابتدای تاریخ بشر در داستان سقوط انسان، فریب ابتدا در سطح ذهن رخ داد. مار با ایجاد تردید نسبت به کلام خدا ذهن انسان را هدف قرار داد و همین تردید زمینه سقوط را فراهم کرد. از این رو، حفاظت از ذهن و تغذیه آن با حقیقت یکی از عناصر مهم در سلامت روحانی انسان محسوب می شود. در این حال، ذهن انسان می تواند به ابزاری برای شناخت عمیق‌تر خدا تبدیل شود. زمانی که ذهن انسان با کلام خدا شکل می گیرد، توانایی او برای تشخیص حقیقت افزایش می یابد. رسول پولس درباره این نوع شناخت می نویسد: زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا به او مشورت دهد؟ ولی ما فکر مسیح را داریم. اول قرنتیان 16:2. این عبارت بیانگر حقیقتی عمیق است. داشتن ذهن مسیح به معنای آن است که انسان به تدریج یاد می‌گیرد جهان را از دیدگاه خدا ببیند و ارزش‌ها، تصمیم‌ها و نگرش‌های خود را با حکمت الهی هماهنگ سازد. در اینجا باید به تفاوت میان دانش صرف و حکمت روحانی نیز توجه کرد. دانش می‌تواند حاصل مطالعه، تجربه
یا آموزش باشد، اما حکمت روحانی فراتر از دانش است. حکمت روحانی توانایی تشخیص حقیقت در شرایط پیچیده زندگی و انتخاب مسیر درست بر اساس هدایت خدا است. کتاب مقدس بارها تاکید می‌کند که حکمت واقعی از خدا سرچشمه می‌گیرد. رساله یعقوب می‌گوید اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند، به وی عطا خواهد شد. یعقوب 5:1. در پزشکی روحانی ذهن سالم ذهنی است که با حقیقت الهی شکل گرفته باشد. چنین ذهنی قادر است دروغ را تشخیص دهد، فریب‌های روحانی را بشناسد و مسیر درست را انتخاب کند. در مقابل ذهنی که از حقیقت جدا شده باشد ممکن است در برابر فریب، تعصب یا برداشت‌های نادرست آسیب پذیر شود. در چنین شرایطی انسان ممکن است واقعیت را به درستی درک نکند و تصمیم‌هایی بگیرد که به زندگی روحانی او آسیب برساند. به همین دلیل تغذیه ذهن با کلام خدا، تفکر عمیق درباره حقیقت و جستجوی حکمت الهی از عناصر مهم در رشد زندگی روحانی به شمار می‌روند. در چارچوب آناتومی بدن روحانی، ذهن را می‌توان مرکزی دانست که بسیاری از فرآیندهای شناختی زندگی روحانی در آن شکل می‌گیرند. این مرکز نقش مهمی در هدایت سایر ابعاد زندگی انسان دارد، زیرا بسیاری از تصمیم‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای انسان ابتدا در سطح ذهن شکل می‌گیرد و سپس در سایر ابعاد وجود او ظاهر می‌شود. به همین دلیل در مسیر رشد روحانی یکی از نخستین تغییرات عمیق در زندگی انسان تجدید ذهن است. هنگامی که ذهن انسان با حقیقت خدا شکل می‌گیرد، مسیر زندگی او نیز به تدریج تغییر می‌کند و انسان می‌تواند با حکمت و بصیرتی تازه در مسیر اراده خدا گام بردارد. بخش سوم، قلب روحانی، مرکز حیات درونی انسان. قلب روحانی نقش مرکزی در زندگی انسان دارد و می‌توان آن را مرکز رابطه ما با خدا و دیگران دانست. همانطور که قلب جسمی خون را در سراسر بدن می‌فرستد و زندگی را حفظ می‌کند، محبت نیز نیروی حیاتی روح است که ایمان، خرد، آرامش و خدمت ما را زنده نگه می‌دارد. بدون محبت حتی ایمان و دانش روحانی می‌توانند خشک و سرد شوند و عبادت و خدمت تنها ظاهری و بی اثر باقی بمانند. محبت نشانه حضور خدا در زندگی ماست. کتاب مقدس می‌گوید آنکه محبت نمی‌کند خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. یوحنا آیه 8:4. این آیه نشان می‌دهد محبت تنها یک حس گذرا نیست، بلکه جریان واقعی حضور خدا در قلب انسان است و از قلب ما باید به سوی خدا و دیگران جاری شود. در بسیاری از فرهنگ‌ها و سنت‌های انسانی، قلب به عنوان مرکز احساسات و محبت شناخته می‌شود. انسان‌ها هنگامی که از محبت، اندوه، شادی یا دلبستگی سخن می‌گویند، اغلب از قلب یاد می‌کنند. اما در نگاه کتاب مقدس مفهوم قلب بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از این معناست. در کتاب مقدس قلب تنها مرکز احساسات نیست، بلکه مرکز اصلی زندگی درونی انسان به شمار می آید. بسیاری از افکار، تصمیم‌ها، خواسته‌ها و جهتگیری‌های زندگی انسان در قلب او شکل می‌گیرند. به همین دلیل قلب در متون کتاب مقدس جایگاهی بسیار مهم در شناخت انسان و زندگی روحانی او دارد. امثال سلیمان این حقیقت را چنین بیان می‌کند: دل خویش را با مراقبت تمام پاسدار، زیرا سرچشمه امور حیاتی است. امثال 23:4. این آیه نشان می‌دهد که قلب در واقع چشمه
زندگی انسان است. بسیاری از رفتارها و انتخابهای انسان از آنچه در قلب او شکل گرفته است سرچشمه می‌گیرند. در چارچوب آنچه در این کتاب آناتومی بدن روحانی نامیده می شود، می توان قلب روحانی را مرکز حیات درونی انسان دانست، جایی که در آن محبت، ایمان، انگیزه ها و جهتگیری های عمیق زندگی انسان شکل می گیرند. عیسی مسیح نیز بارها به نقش قلب در زندگی انسان اشاره کرده است. او نشان داد که بسیاری از رفتارهای بیرونی انسان در واقع بازتابی از آن چیزی هستند که در قلب او وجود دارد. او فرمود: شخص نیک از خزانه نیکوی دل خود نیکویی برمی آورد و شخص بد از خزانه بد دل خود بدی، زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است سخن میگوید. لوقا 45:6. این سخن نشان می‌دهد که رفتار و گفتار انسان تنها نتیجه عوامل بیرونی نیست، بلکه ریشه آن در وضعیت درونی قلب انسان قرار دارد. به همین دلیل در پزشکی روحانی قلب یکی از مهمترین نقاطی است که سلامت یا بیماری روحانی انسان در آن شکل می‌گیرد. اگر قلب انسان با محبت، ایمان و حقیقت پر شود، این حالت در رفتار، گفتار و تصمیم‌های او نیز آشکار خواهد شد. اما اگر قلب انسان تحت تاثیر نفرت، طمع، غرور یا فریب قرار گیرد، این وضعیت نیز در زندگی او ظاهر خواهد شد. کتاب مقدس همچنین به این حقیقت اشاره می کند که قلب انسان می تواند تحت تاثیر گناه دچار انحراف شود. در برخی از متون کتاب مقدس قلب انسان به عنوان مکان توصیف شده است که ممکن است به تدریج از حقیقت دور شود. با این حال پیام اصلی انجیل تنها بیان ضعف قلب انسان نیست، بلکه خبر از دگرگونی قلب می‌دهد. خداوند وعده داده است که قلب انسان می‌تواند دگرگون شود و به حیات تازه‌ای برسد. در کتاب حزقیال خداوند وعده‌ای بسیار مهم درباره دگرگونی قلب انسان می‌دهد: و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. حزقیال 26:36. این آیه نشان می‌دهد که کار خدا تنها اصلاح رفتارهای ظاهری نیست، بلکه دگرگونی عمیق در درون انسان است. قلبی که پیش از آن ممکن است سخت بی‌تفاوت یا بسته بوده باشد، می‌تواند به قلبی زنده، حساس و آماده برای دریافت حقیقت تبدیل شود. در زندگی روحانی قلب همچنین محل شکل‌گیری ایمان است. بسیاری از تصمیم‌های اساسی انسان در رابطه با خدا در سطح قلب او رخ می‌دهند. رسول پولس در این باره می‌نویسد که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. رومیان 9:10. در این آیه ایمان تنها به عنوان یک باور ذهنی معرفی نشده است، بلکه به عنوان امری مرتبط با قلب انسان بیان شده است. این نشان می‌دهد که رابطه انسان با خدا تنها در سطح فکر شکل نمی‌گیرد، بلکه در عمق وجود درونی او ریشه دارد. در آناتومی بدن روحانی قلب را می‌توان مانند مرکز گردش حیات روحانی در نظر گرفت، همانگونه که در بدن جسمانی قلب وظیفه پمپاژ خون و رساندن آن به تمام اندام‌ها را به عهده دارد. در زندگی روحانی نیز قلب نقش مرکزی در هدایت جریان حیات درونی انسان دارد. از قلب است که محبت به خدا و دیگران شکل می‌گیرد. از قلب است که انگیزه‌های خدمت، فداکاری و عدالت پدید می‌آیند. همچنین از قلب است که تصمیم‌های عمیق زندگی انسان سرچشمه می‌گیرند. به همین دلیل مراقبت از قلب در زندگی روحانی اهمیت فراوانی دارد. هنگامی که قلب انسان با حقیقت، محبت و حضور خدا تغذیه می‌شود، حیات روحانی او نیز رشد خواهد کرد.
در ادامه این فصل به بررسی سایر توانایی‌ها و ابعاد بدن روحانی انسان خواهیم پرداخت. توانایی‌هایی که هر یک نقش خاصی در رشد و سلامت زندگی روحانی دارند و در هماهنگی با قلب و ذهن انسان عمل می‌کنند. سپاسگزاریم که به این بخش از کتاب صوتی پزشکی روحانی گوش دادید. امیدواریم آنچه شنیدید شما را در شناخت عمیق‌تر خدا، رشد روحانی و زندگی در حضور او یاری کرده باشد. در قسمت بعدی سفر خود را در کتاب پزشکی روحانی ادامه خواهیم داد. با بخش دیگری از حقایق کلام خدا آشنا خواهیم شد. فیض خداوند با شما باشد.